عروسی عجیب و باور نکردنی صدیقه مددگار، هنرمند افغان در کشور آلمان. شوهر صدیقه مددگار کیست؟ وی به چه دلیل از هنر موسیقی دوری گزیده است؟ افشای حقایق و رازهای باور نکردنی زندگی صدیقه مددگار که اصلا باورتان نخواهد شد. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. صدیقه مددگار یک تن از هنرمندان جوان با استعداد و پرتلاش افغان بوده است که وی با استعداد خارق‌العاده‌ای که داشت در برنامه ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک کرد و در مدت خیلی کوتاهی توانست شهرت و محبوبیت خوب کسب کند. صدیقه مددگار مقام هفتم را در این پروسه رقابتی از آن خود کرد و همیشه با طرز پوشش خاصش جلب توجه علاقمندان و دوستدارانش بوده است. صدیقه مددگار تاکنون با ایجابش در صفحات مجازی ظاهر می شود و آهنگهایش کاملا با ایجاب ثبت شده است. صدیقه مددگار بعد از تحولات سیاسی در افغانستان توانست به کشور آلمان برود و در آنجا پناهنده شده است. صدیقه بعد از آن که به آلمان هم رفت و کارهای هنر آوازخوانی‌اش پرداخت و آهنگهای بیشمار تاکنون سروده است. این روزها تصاویر صدیقه مددگار در صفحات مجازی نشر می شود که وی با یک مرد ترک در کشور آلمان ازدواج کرده است، اما تاکنون صدیقه مددگار جزئیات بیشتری در این باره ابراز نکرده است. هرچند یک مدت طولانی می شود صدیقه مددگار دیگر به کارهای هنر آوازخوانی‌اش نپرداخته است و کاملا از راه موسیقیش به دور بوده است، اما معلوم نیست دلیل دوری صدیقه مددگار از هنر موسیقی چی بوده است. وی از جمله ورزشکاران موفق و با استعداد کشور هم بود. ما آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند با استعداد کشور خود از بارگاه عزت لایزال تمنا داریم. در انتظار نشر تازه ترین آهنگها از صدیقه مددگار خواهیم بود. پیوند ازدواج این هنرمند را صمیم قلب تبریک گفته دوستان و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان صدیقه مددگار به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار بدهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.